همین زن خب فرق نداره، زن شوهردار یا بی شوهر یا دختر با امک بچه ها یا با تقا بچه ها یا با خود امکانش یا با تقاهایش با دست سلام کردن، کنار گرفتن از نقطه شریعت اجازت است یا نه؟ با امکش با تقایش بله میتواند، اونا محرم هستند، اونا تا روز قیامت این دختر خانه‌دار شده نمیتونند. اما بچه های عمکش، فرزندان عمکش یعنی پسرهاش، پسرهای خالهش، پسرهای عمهش، پسرهای تقایش نمیتوند با آنها دست داده سلامت کند، خلوت ماند، با آنها سفر کند، نمیتوند. یعنی اونها وقتی که اگر به خانه همدیگر، به خانه تقایش برای زیارت آمد یا تقایش به خانه اینا آمدن، ولی میتواند با تقایش سلامت کند. اما با پسرهایش البته سطرش باید پوشیدگی باشد، با آنها فقط با دهان میتواند سلام علیک کند ولی با دست نه. آغوش گرفتن ممکن نیست، کنار گرفتن با عمک تقا ممکن، اما با پسرهایشان نه. این چنین مردها هم با خاله اش میتواند انسان سلامت کند، مرد بچه، پسر بچه میتواند با عمه اش سلام علیک کند، ولی با دختری عمهش و با دختری خاله اش یا با دختری عمکش یا با دختری تقایش نمیتواند، چون که آنها را به زنی گرفته میتواند، اونا محرم نیستن به این. اگر یک پسر با دختر عمکش مادر این یا مادر آن را شیرمکیده باشد، اونم تا سنی 2 سالگیشه و اونم 5 مراتبه شیرمکیده باشد، اونا محرم میشن. اونا دیگه ازدواج کرده نمیتونن، زن و شوهر شده نمیتونن، اونها خواهر و برادری شیری میشن. اگر 2 مراتبه یا مراتبه شیرمکیده باشد اون محرم نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تحرمه المصه والمصتان، یا مراتب مکیدن 2 مراتب مکیدن که محرم نمیشه. این چونین از سن 2 سالگی بالا، بعد 3 سالگی اگر شیر مکیده باشد یا یا مراتب یا 3 مراتب یا حتی 4 مراتب اگر شیر مکیده باشد محرم نمیشه. قول صحیح تا 5 مراتب شکم زیری نمکیده باشد.